دست بسته گذارید مرا داخل قبر. طرف گفته شاید ارباب بیاید به گدا سر بزنه. یه نفری عوضش کرده، گفته دست بر سینه گذارید مرا داخل قبر. حتما ارباب میآید به گدا سر بزند. حتما ارباب میآید به گدا سر بزند. یه عمری تو دنیا بگی حسین، بعد امام حسین شب اول قبل مثلا بگه کاری باید نرم، خونواده کرمن، مثلا به ما ربطی نداره. یک یا حسین گفتم و دیدم غمی نماند، تسکین دردهای دل مسترم حسین. یادم نمی رود که همه عزتم توی من، پای سفره تو شدم محترم حسین. لطفی که کرده ای تو به من مادرم نکرد، ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین. ابی عبدالله کسی رو تنها نمیذاره.